در این فصل قراره که شناخت اصولی اولیه طراحی لباس رو با هم بررسی بکنیم که شامل چند بخش میشه. بخش اول یا اصول اولیه‌اش، اولین اصولش شناخت پارچه است. ما باید پارچه رو بشناسیم، باید بدونیم که پارچه چه ویژگی‌هایی داره و برای هر طراحی احتیاج به چه پارچه‌ای داریم. حالت عادی کسی که کارش طراحی لباس نیست، تقریبا میتونیم بگیم همه ما پارچه رو تا یه حدی میشناسیم. یعنی موقعی که می‌خوایم بریم لباس بخریم قطعاً یه کوچولو پارچه رو میشناسیم که خب الان من میخوام اگه یه مانتو بخرم، اگه یه شلوار میخوام بخرم، یه شال میخوام بخرم، جنسش چجوریه. یا موقعی که میخوایم بریم پارچه فروشی یه پارچه‌ای رو بگیریم، تا یه حدی پارچه رو میشناسیم. اگه نشناسیم خب نمیدونیم چیزی که پارچه‌ای که میخوایم بخریم به کارمون میاد یا نه. یا حتی اگه نشناسیم هم میتونیم از کسایی که اونجا فروشنده ها یه سری اطلاعات بگیریم که کمکمون بکنه. ولی وقتی که کارمون طراحی لباسه، این اجازه رو نداریم که بگیم که خب حالا من میخوام برم پارچه بگیرم، از فروشنده کمک میگیرم یا اینکه یه نفر کنار دستم دارم ازش راهنمایی میگیرم. باید پارچه رو بشناسیم، تمام جزئیات پارچه، نه کلیات پارچه. یعنی باید بدونیم که این پارچه جنسش چیه، از چه الیافی تشکیل شده، کاربردش چیه، اصلا چه ویژگی‌هایی داره، به درد طرحی که من میخوام روش پیاده بکنم میخوره یا نه. برای همین توی این بخش، یعنی بخش شناخت پارچه، قراره که با هم پارچه رو بررسی بکنیم. یعنی اصلا قراره که ببینیم که چجوری پارچه به وجود میاد. پارچه ها با توجه به منشأشون به 4 دسته تقسیم میشن: منشأ گیاهی و سرچشمه حیوانی و معدنی و شیمیایی. پارچه هایی که منشأ گیاهی دارن از الیاف طبیعی ساخته میشن. یعنی ما پارچه ها به 2 بخش تقسیم میشن: الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی. پارچه هایی که الیاف طبیعی دارن یعنی چی؟ یعنی از خود طبیعت گرفته شده، مواد شیمیایی با مواد شیمیایی ترکیب نشده. به خاطر همین حساسیت زا نیستن، با پوست سازگاری دارن، رنگاشون نمیره ولی چروک میشن. این ویژگی‌هاییه که پارچه‌های طبیعی دارن. اما پارچه‌های با الیاف مصنوعی دیگه مثل الیاف طبیعی نیستن، ترکیبی از طبیعت و مواد شیمیایی هستند. به خاطر همین این پارچه‌ها استحکام بیشتری دارن، رنگشون نمیره، اصلا چروک نمیشن، یا اگه چروک بشن خیلی دیر یا خیلی کم چروک میشن. تفاوت این پارچه‌ها توی این چیزاییه که گفتم. ولی ما نمیتونیم بریم بگیم که خب مثلا بخوایم بریم پارچه فروشی بگیم من یه پارچه میخوام با الیاف طبیعی یا یه پارچه میخوام با الیاف مصنوعی. پارچه‌ها هر کدومشون یه اسمی دارن با توجه به موادی که توشون به کار رفته. مثل چیت، پارچه‌های پنبه‌ای که خیلی معروفن، با گلای ریز و درشت میشناسیمشون. یا پارچه‌های حریر، تقریبا هممون پارچه‌های حریر رو میشناسیم. یا پارچه‌های گاباردین معروف ترینشون با کت شلوار مردونه است، ولی خب کاربردهای دیگه هم داره. هر کدوم از پارچه‌ها با یه ویژگی هستن که ما با اون ویژگی‌ها میشناسیمشون. یا پارچه‌های تریکو، بیشتر برای دوخت تیشرت‌ها میشناسیمشون. یعنی تیشرت‌هامون خیلی هاشون با پارچه‌های تریکو ساخته میشن. یا پارچه‌های ریون که مخصوص لباس‌های زنون است. هر کدوم از این پارچه‌ها با توجه به الیافی که توش به کار رفته یه اسمی داره. امسال یه اسمی داره، سال دیگه ممکنه مثلا با یه مواد دیگه ترکیب شده باشه، یه اسم دیگه‌ای داشته باشه. به خاطر همین نمیتونیم بیایم بگیم که ما اسما رو حفظ می‌کنیم و من بر اساس اون اسمی که حفظ کردم میرم پارچه فروشی میگم خب من این پارچه رو می‌خوام. به خاطر اینکه میگم اسما تغییر می‌کنه و ممکنه حتی مواد به کار رفته توش هم تغییر بکنه. برای همین ما باید الیافی که توی پارچه به کار رفته رو بشناسیم. یعنی موقعی که پارچه رو لمس می‌کنیم، به پارچه دست می‌زنیم، بفهمیم که تار و پودش چیه، آب رفت داره نداره، چروک میشه چروک نمیشه. چرا باید پارچه رو کامل بشناسیم؟ توی مد و فشن اگه بخوایم بگیم، پارچه رو تا یه حدی میتونیم بشناسیم بر اساس سلیقه‌ای که داریم، می‌خوایم یه لباسی طراحی بکنیم و خب پارچه رو اول من تا اینجا شناختم و خب کارم رو راه میندازم. ولی برای سینما و تئاتر ما موقعی که یه نمایشنامه یا یه فیلمنامه، یه متن میخونیم، قراره که برای شخصیت‌های داخل متن لباس طراحی بکنیم. خب اون لباسا پارچه رو موقعی که انتخاب می‌کنیم باید شخصیت‌ها رو بررسی بکنیم که خب این شخصیتی که الان لباسو قراره براش طراحی بکنیم کجا قراره استفاده بکنه. ممکنه اون لباس چند هفته پشت سر هم توی فضای باز بخواد پوشیده بشه، باید حواسمون به این باشه که خب نور خورشید الان لباسو خراب میکنه، خراب نمیکنه، مقاومت لباس تا چه اندازه است. به خاطر همین ما باید لباسو کامل بشناسیم، پارچه رو کامل بشناسیم. خب فقط شناخت پارچه کافیه؟ نه. ما پارچه رو خب تا الان مثلا پارچه رو من کامل الان میشناسم، ولی خب اگه اون پارچه خراب بشه یا اگه اون پارچه کثیف بشه
بلدم که چی کار بکنم که پارچه رو تمیزش بکنم. ما باید یاد بگیریم و بشناسیم که خب این الیافی که توی این پارچه به کار رفته اگه یه وقت کثیف بشه یا لکی روش بشینه، از چه موادی باید استفاده بکنیم که بتونیم تمیزش بکنیم، یعنی لکو از بین ببریم. مثلا اگه روی پارچمون قهوه بریزه، خب با استفاده از چه موادی میتونیم این لکو از بین ببریم. ولی اگه همون قهوه تبدیل به شیر قهوه بشه، اون موقع با اون موادی که قهوه رو پاک کردیم دیگه نمیتونیم شیر قهوه رو پاک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب شیر قهوه به خاطر وجود اون شیره یه چربی داره و خب اون موادی که قهوه رو پاک میکنه شیر قهوه رو پاک نمیکنه، به خاطر اینکه توی شیر قهوه چربی هست. اینا رو همه رو باید بدونیم، یعنی با توجه به شناخت پارچه و الیاف پارچه میتونیم بفهمیم که از چه موادی میتونیم برای پاک کردن لکه‌ها استفاده بکنیم. مثلا لکه آدامس رو چجوری باید از بین ببریم؟ باید روش یخ بذاریم تا خشک بشه و از بین بره. یا مثلا لکه خون چجوری باید روی لباس پاک بکنیم؟ با استفاده از آب سرد. اگه از آب گرم استفاده بکنیم لکه میمونه. چرا میمونه؟ به خاطر اینکه الیاف پارچه ها طوریه که خب یه سری رنگا رو به خودشون میگیره و باید بهشون یه سری شوک بدیم. یا حتی اینکه ما اگه یه پارچه‌ای رو میگیریم که از الیاف طبیعیه و ممکنه آب رفت داشته باشه، خب باید چیکارش بکنیم که آب رفت نداشته باشه، یا حداقل آب رفتش رو کمتر کنیم، یا حتی قبل از اینکه پارچه برش بخوره ممکنه بخوایم آب رفت پارچه رو بگیریم ولی خب پارچه کم بیاریم، به خاطر اینکه ما خب یه مقداری رو در نظر گرفتیم برای طرحمون ولی ممکنه آب رفت زیادی داشته باشه. درسته میگن که پارچه رو میگیری میگن حالا مثلا این 20 سانت آب رفت داره، ولی ممکنه حالا یا کمتر یا بیشتر داشته باشه. به خاطر همین مثلا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که پارچه رو توی آب نمک مثلا بخیسونیم برای اینکه رنگش تثبیت پیدا بکنه، یا اینکه پارچه رو حالا توی یه سری مواد یا نرم کننده ها قرار بدیم که جلوی آب رفتش رو بگیره، یعنی یه شوکی به لباس بدیم. همونطور که بهتون گفتم دوره شناخت پارچه یه دوره نمیگم خیلی طولانی، ولی دوره‌ایه که جزئیات زیادی داره و ما برای طراح لباس شدن احتیاج داریم که همه این جزئیات رو بدونیم. نمیگم حفظ بکنیم، ولی باید آگاهیمون رو بالا ببریم، یعنی سطح دانشمون رو توی شناخت پارچه بالا ببریم. برای همین میتونید کتاب‌های مختلفی که در مورد شناخت پارچه است مطالعه بکنید، یا اینکه توی دوره‌های مختلفی که در مورد آشنایی با پارچه و کلاً شناخت پارچه هست شرکت بکنید.